درود دوستان عزیز، مدینه قربانزاده ورزش تاجیکستان را تکان داد و نامش را در تاریخ ورزش تاجیکستان با حرفهای طلایی نوشت. او قهرمان آسیا شد با در نمود ورزش جودو و در مدت همین مسابقه ورزشگری قرقیزستان را مغلوب کرد و هندوستان را مغلوب کرد و در فینال ورزشگری ازبکستانی را مغلوب کرد. دوستان این یگانه ورزشگری دختری است که در تاریخ تاجیکستان قهرمان آسیا شد و ما باید با این خیلی چی کنیم، افتخار کنیم. دوستان در کامنت ها تبریک کنیم مدینه قربانزاده رو با این روزی تاریخی، با این مدال طلا و نصیب باشد ان شاء الله که ما امیدوار هستیم که مدینه قربانزاده هم قهرمان جهان میشود و هم قهرمان المپیک. دوستان فکر میکنم که مدینه قربانزاده شایسته یک خانه هست در دوشنبه. ممکن که فکر شما چی هست؟ ممکن که مری دوشنبه رستم امالی به اون یگان خانه هدیه کند، چون که این یگانه در تاریخ تاجیکستان است که دخترک تاجیک قهرمان آسیا میشود در نمودی ورزشی جودو. فکرتون رو در کامنت ها نویسید. دوستان مدینه قربانزاده را تبریک کنید با این مدال طلا و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. ان شاء الله که من به شما خبرهای خوش را همیشه پیشکش میکنم. خدا یار و یاورتان باد.